سلام، من پونه هستم. میخوام با طرز تهیه کیک به شما یاد بدم کیک رو چجوری میشه درست کرد. خب اینجا دو پیمونه آرد هستش، روغن و پودر قند و چیزهای مختلف دیگه که بعداً میفهمین چیه. اینجا هستش این بشقاب برای آرد هستش و این هم برای تخم مرغه که بعدش با هم ترکیبشون. خب الان باید 5 تا تخم مرغ رو که یکیش تو دستم هست رو بشکنیم. خب شروع می‌کنیم به شکوندن. بعد این رو برای بشقاب می‌ذاریم. و اینم از آخری. خب الان که تخم مرغ‌ها رو گذاشتم اینجا توی ظرف، الان موقع هم زدنشونه. با خوب هم بذاریم تا سفید بشه. هست شکر داخل اینه. یادتون باشه مواد که میریزیم دور تا دورش بریزیم. بعد دوباره مخلوط میکنیم تا کاملا حل بشه. دوباره شکر خب الان که کاملا یه ذره سفید شد این رو خاموش میکنیم. یه ذره میتونیم این ماده هایی که باش هم زدیم بره. بعدش این که تمام خب حالا آرد و یواش یواش بهش اضافه. بعد از اینکه بهتر حل شد موادهای دیگر رو هم خب بعدش که هم زدن اون تموم شد این رو خاموش میکنیم. بعد این که همینجوری میاد ما بیکینگ پودر رو یک قاشق چای خوری خیلی کم در کیکمون میریزیم. سعی کنین که به دورش پخش کنین، یعنی مثلا مثل
آردی که من ریختم یا مثلا شکر که من ریختم یک جا مثلا نریزیم. خب همین دوباره بیکینگ پودر رو میریزیم به دور و اطرافش. بعد میریم سر وقت وانیل. خب وانیل رو یه ذره از بیکینگ پودر باید بیشتر ریختش. بعد دوباره میریزیم. حواستون باشه که به دور و اطرافش بریزین، یک جا نریزین که یه ذره بهتر بشه. حالا میریم سر وقت نمک. خب یک کوچولو نمک میزنیم که یه ذره مزه دارتر بشه. بعد که نمک ریختیم این گلاب رو میریزیم در مواد کیکمون. بعد که گلاب رو ریختیم یک کوچولو روغن میریزیم. بعد یه ذره مثلا خرد شده نارگیل رو میریزیم توش، پودر نارگیل یعنی میریزیم توش، هم به خاطر بوش. بعد سعی کنید یه مشت بریزید. الان کیکمون خیلی بوی خوبی گرفته، بوی نارگیل و بوی گلاب و وانیل با هم ترکیب شده. حالا که این همه مواد رو ریختیم دوباره به همش میزنیم. و اگرم دوست داشتید میتونید همراهش هم پودر کاکائو هم یه ذره بزنید که مثلا هم حالت کیکی معمولیش رو داشته باشید، کوچولو هم لابلاش میتونید کاکائو بریزید که خوشمزه تر بشه اگر شما دارید الان داره تقریبا آماده میشه و توی ظرف‌هایی که از قبل رو چربش کرده بودیم میریزیمش. خب الان خاموشش یه ذره میذاریم که موادی که باش هم خورده بودن یه ذره از زیرش که اینا میشه که از زیرش میچکه رو مثلا که بند اومد توی اینها میریزیم، تو قالب ها. اینو میذاریم زیر این که اگر به چکه سفره کثیف نشه. خب قالب اول یعنی قالب یک بهش میگیم و قالب بزرگتر میریزیم و همراه با ریختن این رو میچرخونیم. باید تا ته پر بشه. حالا میریزیم توی ظرف دوم. یادتون باشه هر وقت که دارین مواد رو میریزید همراه با ظرفش هم تکون بدید.
آخرش اون تراش که یه ذره سخت‌تره با قاشق. حالا که تموم شد یه کوچولو میخوری بعد تموم. خب فر رو روی 200 درجه همونطور که میبینیم میذاریم و ثانیه‌اش هم روی 60 میذاریم. همونطور که داره میبینین الان روی 60 هستش و بعد این کیک ها رو در این خب و بعد کیک رو برمی‌داریم در فر رو باز میکنیم کنارش رو تمیز کن. با اون بغلش هم الان در فر میذاریمش این هم در فر میذاریم بعد صبر میکنیم تا حاضر بشه. فعلا خدا